زندگی در آلمان از تاجیکستان چی فرق ها دارد؟ راه‌های درستی مهاجرت به آلمان کدامند و خرجش چقدر است؟ چرا یک دولت اروپایی به مهاجران امتیازها می‌دهد و آنها را دستگیری می‌کند؟ این و دیگر سوال‌ها را آموزگار تاجیک سلمان در صحیفه‌اش تحلیل و بررسی می‌کند. مثال حجت گذاری، مثال چخیل حجت رانندگی می‌گیری، چخیل کارت بانکی می‌گیری و مانند این چیزها بسیارتر سخن می‌کنیم. او در یک مرکز مهاجرت به آموزانیدن زبان آلمانی و پیدا کردن کار برای مهاجران فعالیت دارد. از روی مشاهده‌هایش میگوید سالهای اخیر شماره تاجیکان زیاد شده است که در آلمان از روی اختصاص کار میکنند. در ساحه طب بسیار دکتران میشناسیم که جراحای خیلی خوب هستند، در کلینیک‌های خیلی خوب کار و فعالیت میکنن. رفته بودیم دیده بودیم. خب در همه ساحات خریب که هستند. البته اگر ما هم نشناسیم مردم خودمون در همه جا موفق هستند. او 6 سال باز در آلمان زندگی میکند. از تجربه خود میگوید سالهای اولی مهاجرت یک نفر به راهنمای ضرورت دارد که تواند به سوالهای به آخرش پاسخ و مشورت دهد. بود راستی یک نفر زنگ میزنه گفت که رقماتون از کسی پیدا کردم. ما در سربیا گفت نمیدونم در کجا هستیم، گفت بیکار هستیم، یک 7 نفر هستیم از لاتویا آمدیم و در اونجا مراجعه قفیدن پاسپورتمون هم گرفتن از دستمون و کاری خیلی مشکل میفهمونم معاش هم نمیتیم، میخوایم از اینجا ببرویم چیکار کنیم، یکم راه شو به ما بگوین. بعدا یک شناس داشتیم در فرانسه، اونجا صبح زنگ زدیم گفتیم که خیلی بچه‌ها هست و کار تامین کرده میتونیم، گفتم رقمای ما رو بتیم ما حلش میکنیم. بعد چند روزها با زنگ زدم پرسیدم، خیلی منتوری کردم، گفتم ما البته اومدیم رسیدیم کار میکنیم فعالیت میکنیم. به فرق از سالهای پیش به نقل او زندگی در این کشور گرانتر شده است. سبب را او به زیاد شدن شمار مهاجران و پناهندگان در آلمان شرح می‌دهد. به گفته او یگانه چیزی که مهاجران را دلسرد می‌کند کاغذبازی یا بیوروکراتیا در این کشور است. برای یک وقت گرفتن در یک دکتر باشد، خود در بانک باشد، خود در جای پاسپورت گیری باشد، خیلی دیر و دراز دوام می‌کند. از همین سبب مشکل اساسی در اونجا حجت گذاری است. یک کاری که شاید در یک روز حل شود ماه‌ها می‌کشانند و همین چیزایی هسته که بسیاری مهاجران را به داد آوردگی است. این مصاحبه ما از آن نگرانی می‌کند که سالهای اخیر شماره نفرانی که به دام خلبان می‌افتند بیشتر شده است. این است که به ما یک نفر ننویسد که ما می‌خوایم شرطنامه را با 1000 یورو یا 1.5 یورو خریداری کردیم، همین حقیقت دارد. ما میگم نه، این چیز خلبکی است، این چیز اساس ندارد. با همین چیزها باور نکنید. کدام نفری که میگم شما را کار طور میکنم، زبان در کار نیست، نه معاش خوب 3000 و 5000 اگر که بگوید، با این چیزا خواهش میکنیم که تماما باور نکنید که همش فریب و دروغ است. بعد از گرفتن پول از آنها یگان اثری نمیماند. با توجه به زیاد شدن خواهشمندان سفر به آلمان، حالا او نیت دارد در دوشنبه مرکز آموزشی آلمانی را تأسیس دهد. به گفته او آنهایی که با کمی آمادگی به آموزش زبان به این کشور وارد میشوند بیکار نمیمانند. مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه سبب شده است که توجه آنها به کشورهای اروپایی از جمله آلمان بالا رود.